دنیای همین یک دلار ریش همین یک تور ریش ها بابی اکو بچم این برای رکلام های ولی متده ای پویون نیست. دنیای فساد است، دنیای فحاشی است. هر شبکه که اذهان مردم تغییر بده، منحرف بسازه، از آخرت غافل بسازه، یا را به فحاشی و عیاشی، به مادیات پرستی و عیش پرستی دنیا تشویق میکنه، مردم امو شبکه ها را دوست دارن. خندانیدن دو قسم است. یکی خندانیدن در داخل چوکات سخنی را بگویی که از شریعت، از حدود شریعت نمیبرایه، خوب کسی از سخن تو خوش میشه، این جایز است. یکی خندانیدن شبکه های شیطانی است که طور مردم در لغت عربی ضحکه میگه، چیزای دروغ و ناروا و نادرست جمع میکنه صرف به خاطر که مردم بخنده بخنده بخنده. حالی امروز این دنیا ده حد رسیده که مردمای رشید و عاقل و با ثبات وجود نداره دور از مسلمانای واقعی و متدین و باهوش و با عقل. امو شبکه زیاد تعقیب میشه، بیننده زیاد داره که امی کارا را نشر میکنه. امروز خود دنیای فساد است، دنیای فحاشی است. هر شبکه که اذهان مردم تغییر بده، منحرف بسازه، از آخرت غافل بسازه، یا را به فحاشی و عیاشی، به مادیات پرستی و عیش پرستی دنیا تشویق میکنه، مردم امو شبکه ها را دوست داره. خود روز قیامت هم المرء مع من احبه، شخص همراه کسی حشر میشه که قطعی از او محبت داره. این مردمایی که قطعی طور مردم محبت داره، او را میگیره، او را رشد میده، او را تمجید میکنه، روز قیامت با می فاسقا، با می فجار خلق میشه. شان مومن یک لحظه خود امو طور تیر نمیکنه، یک لحظه عمرش پیشش خیلی اهمیت و قیمت داره. والذین هم عن اللغو معرضون. الله کی صفات کامل مؤمنا را بیان میکنه، مؤمنای مفلحه، مؤمنای رستگاره. یک صفتش است که از امور لغو و بیهوده بیفایده اجتناب داره. از این که بیهودگی چی باشه که ها 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 ده هر مرتبه خنده بکو. خو لیکن مردمی را برای خود کسب جور کرده، پیسه میگیره سرش. خو من میدونم که امی شخص نخواد که وعیدات شنیده باشه و یک روز در مجلس دین نشسته باشه، آگاهی از آخرت داشته باشه. این نمون مردم است. از پدر و مادر تولد شده، در بازار رفته، اختلاط مرد و زن است و نموتور کلان شده، یک روز نه در تقریر جمعه رفته در کدام مسجد و نه کدام آیت و حدیثی پیغمبر شنیده، آیت قرآن یا حدیث پیغمبر شنیده. خلاص یک زندگی نعوذ بالله لا ابالی بمسئولیت.